یکی از بخش‌هایی که در کاوش باستانشناسی امسال در بخش جنوب غربی ارگ تاریخی سلطانی مورد کاوش قرار گرفت، آرامگاهی هست که با توجه به کاوش‌هایی که در گذشته انجام گرفته منسوب شده به آرامگاه اعضای خانواده سلطنتی مغول و این آرامگاه یک آرامگاه زیرزمینی هست. در دهه 50 و دهه 60 دو بار کاوش باستانشناسی شده و با توجه به یافته‌هایی که در همون زمان وجود داشته گفته شده که اینجا گورستان سلطنتی هست، یعنی گورستانی بوده که برای تدفین برخی از اعضای خانواده سلطنتی که در دوره اولجایتو هشتمین ایلخان مغول در اینجا زندگی می‌کردن مورد استفاده قرار گرفته. آرامگاه بخش یک فضای بسیار بزرگی هست و از چند قسمت زیرزمینی تاقدار تشکیل شده. کف این آرامگاه در جایی که ما کاوش کردیم کف آجری داره و یه تعدادی اسکلت انسانی در اون قرار گرفته. کاوش‌های ما البته هنوز تمام نشده، ولی با توجه به شواهد و مدارکی که تا الان به دست آوردیم این آرامگاه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شده و چندین فضای زیرزمینی تاقدار رو شامل می‌شده که در اینجا اسکلت انسان‌هایی که میتونستن مربوط به اعضای خانواده سلطنتی باشن در اینجا قرار گرفته و دفن شدن. احتمال داره که با توجه به شواهدی که به دست آوردیم این اسکلت ها در درون تابوت هایی قرار داشتن، تابوت های چوبی که البته اینها پوسیده شده و از بین رفتن، ولی اسکلت ها سر جای خودشون باقی موندن. با توجه به اینکه بخشی از سقف آرامگاه فرو ریخته، این باعث شده که اینها تا حدود زیادی متلاشی بشن. کاوش های ما البته در بخش دیگه از آرامگاه ادامه داره و امیدوار هستیم که باز نتایج بیشتر و اطلاعات بیشتری از شیوه تدفین، آیین‌های تدفین در دوره ایلخانی به دست بیاریم. گنبد تاریخی سلطانیه از مهمترین بناهای تاریخی و باستانی استان زنجان هست. این بنای عظیم شاهکار معماری و تزیینات به کار رفته در معماری اسلامی ایران هست که در حدود سال 703 هجری قمری کار ساخت شروع میشه و طی 10 سال به اتمام میرسه. این بنا در زمان حکومت ایلخانان مغول، در زمان حکومت هشتمین ایلخان مغول اولجایتو به فرمان اون به عنوان آرامگاهی برای خودش در نظر گرفته میشه و کار ساختش تا 10 سال به اتمام میرسه.